همزاد جنی که از بدو تولد خادم به همراه انسان بوده، اما هر شخصی از طریق ارتباط گرفتن و مطیع کردن همزاد بی اطلاع بوده. همزاد همانند نردبانی است برای رسیدن به موفقیت، ثروت، شغل دلخواه و زندگی سرشار از آرامش. برای احضار و مطیع کردن همزاد و ارتباط مستقیم با آن با بدن پاک در روز شنبه در خلوت و تنهایی 7 عود خوشبو روشن کنید و 7 مرتبه بگویید: همزاد و همراه من، تو را فرا می‌خوانم همراه من باشید، و با قلم آبی بر روی برگه سفید رنگ این طلسم را کتابت کنید. اسم خود و اسم مادرتان را در انتهای طلسم بنویسید. طلسم را تا بزنید و به بازوی چپ خود ببندید تا همزادتان احضار شده و همیشه همراه شما باشد و هر چیزی از او بخواهید به شما بدهد و شما